این امیره، جوونی 24 ساله، دانشجو و ورزشکاری سحرخیزه. به بدنسازی و تناسب اندام خودش هم اهمیت زیادی میده. ملاقات با دوستاش رو دوست داره هر روز صبح بدوه و مثل هر جوون دیگه‌ای به خودش میرسه. آره، امیر جوونی مسلمانه. الحمدلله نماز میخونه و همه نمازها رو هم سر وقت میخونه. نماز میخونه تا به آرامش برسه. امیر از دعا کردن و راز و نیاز با پروردگارش لذت میبره. میدونی چند وقت ندیدم تازم. اما مثل خیلی از مسلمون ها امیر هم اشتباهات و عیب‌هایی داره. امیر بعضی وقتها چیزهایی میگه و کارهایی میکنه که نباید انجام بده. كل نفس ذائقة الموت. امیر از پیشمون رفت. هیچ کس انتظار همچون چیزی رو نداشت. منظورم اینه که مرگ بدون هیچ گونه مقدمه و یا اطلاع قبلی به سراغش اومد. اما فکر میکنم زندگی به همین منواله، همیشه شروع میشه و خیلی سریع به پایان میرسه. اما واقعاً آیا وقتی که انسان میمیره همه چیز تموم میشه؟ امروز با هم سفری به آخرت میکنیم. میگند که تو فقط یک مرتبه زندگی میکنی، اما حقیقت اینه که همه چیز به زندگی دنیا خلاصه نمیشه. همه چیزهایی که ما فکر میکنیم دیگه تموم شده هنوز تموم نشده. هر کاری که امیر در این دنیا انجام داده سرنوشت زندگی پس از مرگش رو رقم میزنه. به چی داری گوش میدی؟ ابله خاموشش کن. کاش میتونست چند گام، فقط چند گام به عقب برگرده. خاموشش کن دیوونه. خواهش میکنم. امیر آرزو میکنه کاش میتونست بعضی از چیزها رو تغییر بده. بندازش دور. امیر میدونه که در مورد اونچه با بدنش انجام داده مورد محاسبه قرار میگیره. سیگارو بندازش دور. هیچ سودی واسط نداره. داره عمرت تموم میشه. و همچنین آرزو میکنه کاش وقت بیشتری رو واسه درست انجام دادن کارهایی که در آینده سود بیشتری واسش داشتند میذاشت. همچنین آرزو میکنه کاش زمان بیشتری به نماز و دعا اختصاص میداد. آرزو میکنه کاش نمازاشو با عجله به پایان نمیرسوند. صبر کن. ای خدا. امیر آرزو میکنه کاش در غلبه بر تمایلات جنسی و شهواتش قوی تر عمل میکرد. نه فقط خودم و خودت. خفه شو. احمق مگه چقدر میخوای زنده بمونی؟ شیطون تمام وجودتو گرفته. ساکت شو. خفه شو. بیچاره تو میمیری. من چطور جواب این کثافت کاریاتو بدم؟ امیر پشیمونه که کاش زندگیش رو با پافشاری بر انجام گناه به پایان نمیبرد. و هنگامی که مرد یادش اومد که باید با خداوند متعال روبرو بشه و دیگه پشیمونی فایده ای نداره. تمام روابط پنهانی که با دخترها داشته، تمام سیگارهایی که کشیده، تمام نمازهایی که با عجله خونده، تمام اوقاتی رو که با گوش دادن به چیزهای حرام به هدر داده، همه اونها الان محاسبه میشه. این پایان زندگی امیر نیست، بلکه نقطه آغازه.